سلام عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یک فال قهوه در خدمتتون هستم. اه، نیتمون احساسی بود دوستان، و چیزی که داره اینجا نشون میده به وصال رسیدن افتاده. اگر نیت ازدواج دارین، یک رابطه جدی رو دارین، من دارم میبینم که لباس عروس افتاده، به وصال رسیدن، ازدواج، پیوندهای دائمی رو داره نشون میده. درخت افتاده واسهتون، رابطه ای که ریشه داره، دائمیه و چشم و نظر دیده میشه توی رابطه شما، ولی اونقدر جدی نیستش که بخواد رابطه شما رو خراب بکنه. ممکنه یک مقدار سنگینی، یک مقدار بستگی واسهتون ایجاد بکنه، ولی مقطعی هست و واسهتون رفع میشه. کلا عروس و داماد زیاد افتاده توی این کاپ قهوه. پرنده افتاده، یک پرنده‌ای که نماد خوش اقبالیه، اتفاقات خوبی که بین دو نفر رقم میخوره، مخصوصا اگر که توی حروف اسمی کیس احساسیتون یا حالا کراشتون حرف سین، عین و الف اگر وجود داره، میم اگر وجود داره، روی وعده چهار و وعده 6 رو به من داده. خوشخبری از سمتش دارین، جدی تر شدن رابطه، خبر خوشحال کننده ای که حالا میتونه سورپرایز باشه، میتونه یک دریافت هدیه باشه. حتی اون پرنده‌ای که بهتون گفتم، این قسمته که این دو رو به هم دیگه متصل کرده. دوستان که نیت کاری دارن، یک کیسه پول رو داره به من نشون میده، یک پولی که حالا میتونم بگم به یک باره وارد زندگیتون میشه و یک پول قابل توجهیه برای شما. یا اگر که منتظر وام هستین یا پولی رو به شخصی قرض دادین، این پول به دست شما میرسه. روی وعده 11 هم افتاده واسهتون. عشق و علاقه دو طرفه رو نشون میده. اگر نیت کراش دارین و حالا میخواید احساسش رو متوجه بشین، یا آقایی که صورت تقریبا استخوانی داره، لاغر اندام، قد بلندی داره، موهاشو رو به بالا میده و اینکه ممکنه یک جای زخم یا یک جای شکستگی توی صورتش داشته باشه، احتمالاً سیبیل داره، تحریش داره. از سمت همچین شخصی برای شما یک خبر پیغام تماس از سمت این شخص به شما میرسه. و اینکه اگر دوستان که کات شده هستن، پشت کردین به هم دیگه، یک ماهی روی رابطتون افتاده که نماد خوششانسی و بازگشته، فلش زده رو به بالا. یک در واقع میتونم بگم یک جهشی که توی ارتباط شما به وجود میاد. اگر سنگینی دارین، کنده شدن این سنگینی رو از روی رابطتون داره نشون. اگر دلتنگ شخصی هستین، 100% دیدار ملاقات من میبینم و رابطتون به طور کل اوکی میشه با هم دیگه. اصلا نگران نباشین عزیزانی که کات کرده هستین. مراقب شخصی که توی چهرهش ممکنه حالا یک خال داشته باشه و پف زیر چشم، این چشماش کلا پف کرده هستش. مراقب همچین شخص باشه، مخصوصا آقا رو داره نشون میده. خب توی کارتاتون هم نیت داشته باشین که کارت هم بکشم واسهتون. کارهایی که دارین انجام میدین مطابق میلتون انجام میشه، چیزی که توی کارتای پاسورتون داره نشون میده به من. روی وعده 5 کارهاتون درست میشه، تغییرات مثبت دارین در حیطه کاری. توی نیت احساسی، اگر نیتتون احساسیه، چیزی که نشون میده کاملا مطابق میلش هستین. باز هم اینجا داره از دیدار و ملاقات صحبت میکنه، تغییرات مثبتی که توی رابطتون اتفاق میافته، یک سری موفقیت‌های شغلی رو نشون میده. اگر که نصر کردین یا تو فکر نصر کردن هستین، 100% تاج از روایی دارین. یک پولی که ضریب 5 داره به دستتون میرسه، یک سود بانکی و یک سفر کاری رو در پیش دارین. روی هر نیتی که دارین، حالا چه احساسیه چه کاریه، اگر کاری رو میخواین انجام بدین که باعث دو دلیتون شده، اینجا داره به من میگه که خوبه انجام بدین و حالا ممکن یک مقدار سختی یا تأخیر داشته باشه، ولی واسهتون انجام میشه. نتایج مثبت هر کاری رو داره نشون میده. برآورده شدن آرزوهاتون، یک رابطه احساسی عمیق افتاده، طرفتون عجول هست ولی کلا شخصیت خوبی رو داره و تو فکر جدی تر کردن رابطه، نامزدی کردن با شما رو حتی میبینم که بخواد داشته باشه. و روی وعده 9 میتونه تا 9 روز آینده باشه، چون بعدش 9 نزدیکه، میتونه 9 روز آینده باشه، 29 میتونه باشه، 19 9، ولی به طور کل وعده نزدیک
نزدیکی رو داره به من نشون میده که یک خوشخبری احساسی رو خواهید داشت. مراقب اطرافیانتون باشین. 2 بار داره واسهتون تکرار میشم توی پاسور و هم توی کاپ قهوهتون افتاده بود که مراقب اطرافیان باشین، یک آسیبی رو به شما وارد نکنن، اینکه بخوان حسادت بکنن، خیانت بکنن. برای یک سریاتون حتی ممکنه این اطرافیان بخوان راه و مسیر دعا و طلسم رو برای شما برن. حالا این دعا و طلسم میتونه از سمت رقیب احساسی باشه، میتونه از سمت حالا اشخاصی باشه که دور بر شما هستن و به طور کل به شما حسادت میکنن. اگر درگیر اعتیادی هستین، یک در واقع شخصی دور بر شما هستش که درگیر اعتیاد هست، این اعتیاد براشون رفع و رجوع میشه، ولی با تأخیر زیاد. روی 7 وعده خیلی طولانی، ممکنه حتی تا 7 ماه آینده هم زمان بر باشه، ولی خب بهبود سلامتی کلا براشون دیده میشه. یک شخص دوروی دوروبرتونه، به ظاهر ممکنه که دوست باشه، رفاقتی در کنار شما باشه، ولی در اصل میبینم که خیلی تو فکر اینه که بخواد آسیبی رو به شما وارد بکنه. ممکنه حتی اون راه و مسیر دعایی که بهتون گفتم از سمت همین شخص باشه و یک انرژی زنانه افتاده. ممکنه این خانم متولد تیر، آبان یا مهر ماه باشه. به طور کل مراقب اطرافیانتون باشید. دوستانی که درگیر یک رابطه سمی هستن، خودشون متوجه شدن که طرفشون جفت روحیش نیست، ممکنه خیانتی بهتون کرده باشه، دروغ، پنهانکاری از سمتش اگر داشتین، تمام شدن رابطتون رو داره نشون میده. ممکنه یه مدتی هم حالا دچار شکست، ناراحتی باشین، ولی بهبود افتاده واسهتون روی 6 تایم نزدیک. میتونه 6 تایم نزدیک 6 روز نیست، نهایتا تا 6 هفته آینده هم ممکنه زمان بر باشه. خب اینم از فال پاسورتون. کارتای تاروتتون ببینیم چه حرفایی برای شما دارن. یک آقایی رو نشون میده که خیلی به شما فکر میکنه، ممکنه شما قلبش رو شکونده باشین یا این آقا قلب شما رو شکونده باشه. کلا یک مشکلات رابطه، زخم خوردن یا زخم زدن رو داره نشون میده. اگر هم کیس کات شده و رفتتون هستش، میخواد که به سمت شما برگرده، یک تعمیر کردن رابطه رو نشون میده، بخواد رابطتون رو درست بکنی، حمایتی رو نسبت به شما داشته باشه و این بازگشت رو خیلی یهویی داره نشون میده. دلش میخواد که خیلی سریع به سمت شما برگرده و رابطه رو درست بکنه. توی پیغام عاشقانه امروزتون هم، حالا به خاطر طولانی نشدن ویدیو سعی میکنم که خیلی مختصر بگم بهتون کارت ها رو. پیامی که براتون داره میگه که من احساس ناامیدی میکنم، میترسم که تو کسی باشی که دور شدی. ای کاش شجاعت این رو داشتم که به خاطر تو برگردم، اما من احساس آمادگی نمی کنم. من به زمان بهبودی بیشتری نیازمندم. ببینید احساس میکنن که بیشتر حالا فالتون هم مبنا بر روابط کات شده بود، چیزی که افتاده بود بیشتر انرژی روابط کات شده بود. اگر که با شخصی کات کردین بهتون فکر میکنه، حالا کلیت فالی که افتاده بود بهتون فکر میکنه، دوست داره که به سمتتون برگرده و من رقیب جدی رو ندیدم توی فالتون. فقط اینکه انگار فعلا شرایطش اوکی نیست. حالا میتونه مشکلات مالی باشه، میتونه مشکلات خانوادگی داشته باشه، یا اونقدر قلبش شکسته هستش یا احساس میکنه قلب شما رو شکونده که نتونه به سمتتون قدم برداره. چون اینجا هم توی پیامش داره بهتون میگه که میخوام که به سمتت بیام، ولی میترسم که تو دور شده باشی، میترسی که شما قیدش رو زده باشین. مخصوصا اگر که طرفتون یک شخصیت مغروری داره، نگرانیش از این بابته که بخواد به سمتتون بیاد، به شما حالا مجدد پیشنهاد رابطه رو بده و شما قبولش نکنید، باعث بشه که حالا غرورش له بشه، قلبش شکسته بشه.
وگرنه به طور کل، حالا کلیتی که توی فالتون افتاده بود دوستتون داره، رقیبی هم واسهتون ندیدم. تو فکر بازگشت هست، فقط یک سری نگرانی ها داره، یک سری ناامیدی ها داره. حالا این نگرانی ها ممکنه به خاطر همین قلب شکسته باشه، یا قلب خودش خیلی شکسته و خیلی ناراحتی داره نسبت بهتون، یا میترسه که شما رو اونقدر ناراحت کرده باشه که شما بی خیالش شده باشی کلا، یا حالا ممکنه مشکلات خانوادگی یا مالی داشته باشه، ولی بیشتر قلب شکسته رو داره نشون میده. پیام بعدیش اینه که داستان مادر بزرگترین داستان عشقی خواهد بود که تا به حال گفته نشده. پس ببینید عشق و علاقه بین شما وجود داره. این شخص کاملا به شما حس داره و امید به این داره که روزی بتونه این رابطه رو درست بکنه و یک ماجرای عاشقانه قوی رو با شما داشته باشه. پیام بعدیش این هستش که میگه حتی با وجود اینکه قبلا این را به شما نگفته بودم و ممکن است هرگز جرأت اینجا نداشته باشم که این را به شما بگویم، اما شما را دوست دارم. خب ببینید واقعا دوستتون داره، یعنی توی همه پیام ها این رو داره تکرار میکنه. فقط اینکه در حال حاضر خیلی خودش رو آماده نمیبینه که بخواد به سمت شما قدم برداره. حرفای ناگفته زیادی بین ما باقی مانده. من میخواهم یک گفتگوی صمیمانه با شما داشته باشم تا در نهایت بتوانم حقیقت را به شما بگویم. ممکنه یک سری پنهانکاری ها رو از شما داشته. حالا این پنهانکاری ها میتونه یک سری مشکلات خانوادگی باشه، یا اگر حالا خیانتی بوده، اگر چیزی در گذشتش هستش که باعث آزار و اذیتش شده که نتونسته به شما بگه، یا خودش رو جوری نشون داده که مثلا اونجوری نبوده باشه، حالا یا اینکه خیلی بلوف زده نسبت به خودش، و یا اینکه برعکس عشق و علاقه‌ای که به شما داشته رو روی یک سری ترس‌های درونی که داشته پنهان کرده باشه. ببینید بچه‌ها یه جوری پاسخ داد به من که ممکنه حتی این شخصی که روش نیت داشتین کراشتون بوده باشه، ولی داره از کلا چیزی که داره به من میگه دوستتون داره، فقط اینکه میترسه، دوست داره که یک گفتگوی صمیمانه رو با شما داشته باشه. میگه که شاید بتونم حقیقت رو به تو بگم، که حالا اگر کاری کرده، اگر قلب شما رو شکونده، دلیلی داشته و بخواد که یه جوری خودش رو اثبات بکنه به شما. کلا میخواد اون حقیقتی رو که از شما پنهان کرده رو بهتون بگه. و پیام آخرش هم برای شما اینه که ای کاش که فقط این شهامت را داشتم که به تو بگویم چقدر دوستت دارم. یعنی کارت آخرش هم باز همینو داره میگه، کلا حرفاش رو تکرار میکنه. پیامش خیلی با هم دیگه مچ بودن بچه‌ها، لذت بردم خودم. مشکلش اینه که شهامت و جرأت این رو نداره که بخواد به سمتت قدم برداره، یا اگر که کراش هست ممکنه که حالا فکر بکنه شما با شخص دیگه در ارتباط هستین و بترس از این که بخواد به شما پیشنهادی بده و شما قبولش نکنید. ولی به طور کل داره میگه که من شما رو دوست دارم. رقیب هم بهتون گفتم رقیبی نمیبینم من واسهتون، فکر و ذکر این شخص فقط سمت شماست. خیلی خوب عزیزای دلم، انرژی خانی امروزمون تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و پاسخ نیتتون رو گرفته باشین. اگر که دوست داشتین لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید برای من و کانال رو سابسکرایب داشته باشین. تا یک انرژی خانی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.